بچه ها به یه دیگه از چنان خوش اومد. امروز این پارت 3 این برنده و بازنده رو واسهتون اجرا کنیم و امروز این پارت پایانیه و تموم شدن این پارت خیلی غم انگیزه و هیچ غمی هم من میگم نداره و من شما بگید داره. من میگم داره شما بگید نداره، چون من چیزی میگم داره. من میگم غم داره شما بگید نداره. آره دیگه اینطوریه. بله حالا چرا غم داره نمیدونم، چرا خوشحالی داره اونم نمیدونم بچه. من اسکلم کلن گوش ندید این چیزا رو گوش ندید. خب ببینید بچه‌ها پارت 1 و 2 من گذاشتم رو هم دیگه. از 14 امتیاز رد کردیم شدیم 20 امتیاز. 20 امتیاز گرفتم. حالا داریم میریم پارت 3 یعنی پارت پایانی رو انجامش بدیم و بریم تو چوچه های انمی و ببینیم چند امتیاز دیگه میتونیم دریافت کنیم و بالاخره در هر صورت نفر اول میشم دیگه. من چه ببازم چه ببرم نفر اول میشم، چون ببازم کیل نزنم این میشه 4 امتیاز ازم کم میشه. 4 امتیاز 20 19 18 17 16 در هر صورتی باید 14 در صورت من برنده میشم نفر اول میشم. آره دیگه خلاصه که دیگه آره دیگه پیج این اینستاگرام میارم بالا، این برید حتما دنبال کنید و تلگرام این بالا سمت چپ راست کدوم همون میارم بالا. تلگرام اون کانال تلگرام برید بپیوندید و ویدیوهای فایلایی که میذارم و بگیرید و ویدیوشو میذارم بگیرید بکنیدش برید باهاش بازی کنید و لذت بدید و امیدوارم خیلی 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 خوشتون میاد و قبل از اینکه بسرعت ویدیو لایک و سابسکرایب کنید نره بچه‌ها و بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. بله به پارت پایانی خوش اومدید بچه‌ها. تا ناموس میخوام فشار بدم. منی که فشار ندم به درد نمیخورم، به درد این بازی نمیخورم. مثلا فشاری اومدم تو مثلا فشاری اومدم تو پایر فشاری هم میریم. آره دیگه چیکار کنیم دیگه رد فشاری. بزن ناموسشو خوشگل کن. وای برشو ام سگ بچه خوشگل اومد و گاه خوردم. بشین صدا من کی گو من اصلا گو نمیخورم. گاه خوردم بازم. بشین گو تو بخور بشین گو تو بخور. نخورید دیگه بیا اینو بخور. نه چون اشتباه لفظی و حضولیزی زود ما هی نمیزنیم اسکله هی میگه گو نخوردم بعد میگه گو خوردم. چرا گو تو بخور. من نمیتونستم تو رو پاره میکنم. این اسکل چقدر اسکله. خیلی دیگه اسکله بچه. این دیگه خیلی اسکله. این دیگه اسکله از اسکلم رد اسکلی هم رد کرد. نه توی 3 پارت نمیدونم چرا من نباید بازم بچه. پارت من ریدم توی دیگه پارت 3 رو قبل از این ویدیو داشتم درست میکردم کوشیم زن خورد ریده شد و 5 تا بویام به چخ سگ رفت. میدونی چرا خودم گذاشتم ببازم نخواستم میکنم 6 2 حسینشم خواستم میام سریع ویدیو رو آپ درست کنم و اینا دو خاطر اون دیگه گفتم چیز کنم و اینا و به چخ رفت دیگه. دیگه بریم خیلی بزنیم بچه‌ها. سنسی گذاشته بودم اون سنس خیلی خوبه بچه‌ها. من یکم دستم چیزی میگه کار میکنه ولی خب الان مثلا عوضش کردم دنبال یه سنس خوبتر واسهتون میگردم. سنس خوبتر پیدا کنم هم واسه خودم هم واسه شما که ازش استفاده کنید بچه‌ها. و آره دیگه بچه اگه از این ویدیو خیلی دوست داشتید یه ویدیو شورت میذارم حتما تو کامنت ها بگید. اگه نتونستم کامنت اینو باز کنم یه ویدیو شورت میذارم حتما تو کامنت ها بگید که از این ویدیو خیلی دوست دارید بریم دوباره بسازیم واسهتون. من یکم اسکولم نه اسکولم ما نیست اصلا هر چیزی هست چیکار کنم. فوکوس یار چس مغزو نگاه کن مثل گاو راش داده مثل گاو هم داره.
تا بخورش. یه هد شات. تو غلط میکنی منو هد میزنی. تو گاه میخوری منو هد میزنی. من مادرتو خشک کنم. دیوس حرومی گو میخوای ریبای بگی اصلا تو. ای من چند ما بریم پوست بگم منو هد نزنه. هد نزن من یه خواب. بریم در ناموست. سنس چی اینقدر خوب میخوره؟ نگاه این کسخور رو نگاه کن. این کسخور رو نگاه کن. آخه پدر خوش. چه؟ این چیه؟ 2000 years later. با اصلا فری فایر تا ناموس باگ داره. فری فایر نمیشه باگ نشه. همش باگه. کسخل نگاه کن. یارو کسخل که میگن به این میگن. هی بچه به کسخل اینا توجه نکنید بچه ها. اینا خیلی چیزن. ای جان همینو میخواستم ازت گارنا. همینو میخواستم که گذاشتی تو بازی. دمتن گرم. خیلی هم عشقی که اینو گذاشتی. UMP گذاشتی تو بازی. یعنی تا ناموس پدرت بهم کمک کردی. وای به آخه من این ویدیو رو بکنم تو بچه بستم به پایان رسید. چه یا اول فاز این ویدیو به پایان برسید. من بس نه نمیخوام. بله بستم به پایان رسید. اما تا آخر این ویدیو بستم رو داشتم و میتونستم استفاده کنم و اما یه سهید شدیم و یه کندک مثل پارت قبلی زدیم و مشاهده کنید بچه ها این ویدیو رو. ویدیو به گاه رفت بچه ها. نه بچه ها من ویدیو میخوام درست. بچه قلبم بست. به جون پدرت کار کن. بس تموم نشد. بچه نفسم دیگه اصلا انرژی منفی. ناموس آخه تو نگاه میکنید بازی میکنید. من دارم ویدیو میگیرم وسط ویدیو هم. خب چونی من چه داری ویدیو میگیری؟ منم وظیفمه که بزنم. به من چه؟ تو داری میخوری از من. تو خب تلاش کن که از من نخوری. من چه من بازی رو میکنم. سیگنید دا بچه ها نتم من تمام نشده. من مادر یه بارو کنسول که بهم میگن اینه. فقط به کی حرف گارنای مادر دیوس به این بیناموس با حرف زنی که نتت میشه میری تو نتت. به این بیناموس حرف زنی تا به هر روز چند تا که 3 هفته فعلا 20 امتیاز. ای الان یه فوش میدم اون نیست ناموسه. الان یه فوش دهن تو ببند. کسخوله بچه من هنوز نت دارم. وای بچه من پریروز 12 گیگم چیز شده. خب پریروز 12 گیگم فار شده. این بیناموس حرومزاده نت من تمام شد. گاه میخوری تمام میشی. یعنی من 2 روز تونستم از این نت استفاده کنم. خب چه نت بیشرفیه. خب چه وضعشه. گیری کردیم از این بازی فری فایر دیوس. کاش یه دکمه ای داشت فری فایر که نت تمام میشد میزدی مثلا وسط بازی. خب مثلا میزدی وسط بازی دیگه حالا مثلا تمام میشه مثلا بتونی این بازی رو داد بعد بازی دیگه تمام میشه. آره دیگه کاش اون رو بود. به نظر من چیز خوبی میشد. نیست دیگه فری فایر نیست خودشون. چی میگم من چه اسکلم. خیلی اسکلم بچه. اسکل هستم. آخه دیوس آخه مادر خوش. آخه تا ناموس دیوست من
فوش بکن شما آخه بی شرفا گو میخورین کیل واسه من نمیزاد آخه دیوسا منی که در حال ضبط ویدیو هم باید 0 تا کیل داشته باشم این بیناموس باید 4 تا کیل داشته باشم من بعضی از فوشای میدیم گفتم یا شوخی میکنم خب یا اون یکی جدی میگم من آدم خیلی خری هستم الان گفته باشم خیلی خری هستم آره خیلی خری هستم چو کنید بله حالا این بازیکن چی کار میکنه حالا یه هیچ گوی نمیخوره این بازیکن فقط گو میخوره فقط دارم گو میخورم بچه من اصلا هیچ گوی این ویدیو هیچ خاصیتی نه کی نشد 21 امتیاز آماده یک کامبک باشید به ناموس گربه این چیز چیتره بله مشاهده میکنید اینجا یک این داست من میکنم تو نگارنا این بعد بره فرو شده توچه گارنا دیگه آره تموم شد بناس بله بچه ها اینجا که مشاهده بستر بردم بود بانش سیکتی رو بله فعلا داشته باشیم بچه چوری رو کار میکنم من نگه تمام نشده نمیدونم برای خوب بچه هم ریخه صدا شدن آیده میکنم نت داشته باشیم بازی کنیم بعد بازی دیگه هر گوهی میخوره بخوره بچه اسکلم بچه فعلا 21 امتیاز داریم این بردم کون بک بزنیم داشت رد که کون بک میزنه باید این بازی رو جمعش کنیم بهشون برسم خب باید بهشون برسم این دست باید حداقل 3 تا 2 تا کیل بزنم که بهشون برسم خوشگلشون میکنم بچه خوشگل رو خوب این ستاره ها چی هم بشه در میخورن چه اسکلم چرا که زدمش اینو صدا پاس ناموس رو خوشگل کنم نه ببین مادر آخر چه سنسیه چه سنس چیتری دیگه به این میگم بیا بچه خوشگل کجا رفتم بزن من کیل بزنم آبرومون رفت خب دیوز بزن من کیل نزنم کیل بخواه این زبانی که حرف زدن زبان عربی بوده شما این زبان عربیه آره بله من دیگه مشاهده میکنی با زبان عربی کل اینجوری به زبان عربی حرف میزنی به زبان عربی حرف زدن یعنی این به زبان عربیه حالا فوشموشی چیزی در میاد اسکلم من چقدر اسکلم خودم قبول دارم گو خوردم اسکل نیستم من پسر خوبی هستم بله من پدر تو هستم آخه دیوس من دبرستان کنم مادر در این بر بومبر شده دیوس بخورش حالا اینجا یه نید لازم داره بخورش خب من یه الان یه اسن داشتم جوری میزده مثل 3 گربه رو قاطی میگه بی شرف این چیه دیگه این اجداز این چیه ناموسن ریدم توی فری فایر ریدم تو این فعلا 3 امتیاز دیگه 23 امتیاز 24 امتیاز بچه ببینید
5 تا دیگه امتیاز گرفتیم با یه برد. این 7 امتیاز، 27 امتیاز. برنده معلوم میشه. برنده استاد رد. چه میکنه این بازیکن؟ چه میکنه بچه ها؟ اینجا دیگه باید چیزش کرد. بریم به قسمت اینجا 20 تبدیل به 27. اینجا غلط. تمام ایزی بچه ها. بله بچه، همونطور که مشاهده میکنید با 27 امتیاز ما برنده این مسابقه شدیم. بچه ها اگر از این مسابقات دوست داشتید حتما بهم بگید و با بچه های دیگه بریم کاستوم یا مثلا بتل با بچه های دیگه مسابقه بذاریم و آره دیگه ببینیم برنده کیه. و حتما تو کامنت ها بگید اگر تونستم کامنت باز کنم. و بچه ها خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که از این خیلی دوست داشته باشید که و آره دیگه امیدوارم که از این خیلی خوشتون اومده باشه بچه‌ها. و این پارت باید جایزه بهم بدن. جایزه من چیزی نیست جز یه بیاه جایزه منه دیگه، چیز زیادی نیست دیگه. آره دیگه چیکار کنیم؟ آره دیگه چیکار کنیم دیگه؟ بله بچه‌ها امیدوارم که از این خیلی خوشتون اومده باشه و دوستان قبل راست یادم اشتباه گفتم. شما بزرگی خودتون بخشید، من یکم اسخولم اشتباه گفتم. آره لایک و سابسکرایب کامنتاتون نره بچه‌ها. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.